خب سلام خدمت همگی. امروز داریم با هم دیگه میریم یه سفر خفن داشته باشیم و اینکه نمیدونم سری بازی اساسینز کرید رو بازی کردید یا نه و اگرم بازی نکردید حتما اسمش رو شنیدید. ولی داستان امروز ما رفتن به مقر اصلی تاریخی واقعی سری اساسینز کریده که قلعه علموت. یه نکته بگم، در واقع کلمه اساسین از کلمه حشاشین اومده که مربوط میشه به حشاشیون که رهبرشون حسن صباح بوده و فرقه اسماعیلیه رو درست کرده. حالا این نکات تاریخیشه، ولی خب کلمه اساسین به معنی قاتل هم از همون کلمه حشاشین اومده و بازی اساسینز کرید هم در واقع از روی همون ساخته شده. منتظریم ماشین بیاد تا بریم با بقیه بچه ها ملحق بشیم و با هم دیگه بریم بالا تا قلعه. سلام مشتبه. سلام، مثلا خیلی جدی. خب سلام. کجا داریم میریم؟ خب امروز داریم میریم علموت. میخوای راجع به حسن صباح بدونی؟ خب یکم از دیتیل سفرمون. خب این من خیلی وقته که دلم میخواست برم علموت به خاطر دلایل خاص. یکی این که من عاشق سری بازی اساسینز کریدم که اصلا برگرفته از همین داستان علموتی هاست. خب و اینکه داستان این که این قلعه‌ای که الان ما می‌خوایم بریم بهش نزدیک قزوین و اسمش علموت مال یک گروهی حسن صباح میشناسه. یک گروهی راجع به اسم اسماعیلیان و کلاً آدمایی بودن که تروریستای خوب بودن، یعنی ترور می‌کردن تا از اتفاقات و جنگ‌های آینده جلوگیری کنن. خیلی حرف پشت سرشونه. حالا میگفتن اینا حشیش میکشن، واسه همین بهشون میگفتن حشاشیون. و کلمه اساسین انگلیسی به معنی قاتل از همین کلمه حشاشین اومده که در واقع تبدیل شده و چون اینا هم قاتل بودن هم میگفتن اینا حشیش میکشن. حالا ما میخوایم بریم مقر اصلی، چون که البته تلی از خاک و خاکستر الان، ولی میخوایم بریم اونجا ببینیمش که بالای کوه. و سوال دیگه داشتیم اگر راجع به حسن صباح زندگیش تعداد زن آشنا رو خب سلام دوباره با بچه ها رسیم. اولی دار بچه ها رو بگیریم، ما همدیگه رو معرفی کنیم. از اون یکی بچه بگیر. خب یکی معرفی کنیم بچه ها. نیان چوگلی از خطه کردستان. من سیگار دستم طبیعتگر. با سلامت کمدی. من ساچلی نادری هستم. ساچلی، نیان، مشتبه، سهندم بگیر. من پشت دوربینم. یا من تو رو بگیرم. سلام. یا خب من در نقش اون یارو کریت قرار بازی کنم. اساسینز کریدی شده بچه. یعنی ما نرسیده سهند حشاش شده. من حشاش هنوز نشدم.
من فقط هاشم. خب آقا ما الان تو کوهپایه‌های منتهی به علموتیم همونطوری که گفتم. بچه‌ها کتاب بهشت علموت رو بخونید و واقعا بعدش بیاید به این سفری که منتهی میشه به قلعه علموت. اون موقع فکر می‌کنم بتونید با اون شاخه های این داستان ارتباط خوبی بگیرید. البته یه ذره دیگه خیلی ادبی کانال 4 گفتم. برسیم به میدون اصلی معلم کلاهی که راه داره به علموت و اینجا یه مجسمه عقابه که نشانه حسن صباح و هشاشیمون بوده. عقاب سلام. سلام خوبی؟ عزیزم. سلام. سلام. عزیزم. سلام. بچه سلام. قلعه بخوایم بریم کجا آبه؟ ماشین میتونیم بریم با ماشین؟ نه باید قلعه میره. آها. تا زیر قلعه میره اونجا شدی باید. حالا اینجا باید پارک کنیم یا اینو میتونیم بریم؟ بالا. باشه. 5 دقیقه باید بریم. خداحافظ. ما میریم تو بابا. زبون زدی؟ خب من اومدم تا قلعه علموت ولی متاسفانه که ورودی زده بود که قلعه بسته است و این خیلی برای من اعصاب خردکن و ناراحت کننده بود، ولی با این حال ما داریم نفوذ میکنیم و میخوایم فتحش کنیم به هر قیمتی که شده. واسه همین گفتن تعطیله. خب همینطور که میبینید این دژ رو حسن صباح در شتی ترین جای ممکن ساخته و جایی ساخته که واقعا صعب العبوره و انسان عادی نمیتونه بالا بره، باید بز باشی بتونه. بهترین مستند تاریخیه. متاسفانه راهی که به بالا میره بسته است. نه اونا پله داره، از اون کنار میری بالا. یس ولی تو یه جایی مثلا این سنگر رو میبینم مثل کله یه کرکودیله که چشاشو بسته. من از این دایناسورا دیده بودم که اینجوری یا کله یه اژدهاه. آره دقیقا نوک دماغ اژدها هست. دوتا سوراخاشه، اینجا میاد چشماش، تاجش شت رو پایین. خیلی خفنه. بچه اینم منظری که از این بالا میشه دید، همه چیز زیر پامونه. از این بالاتر بریم بچه. این کوه عظیم بزرگ که روش اون برم به صورت
قرار داره. این اون کوهیه که قلعه روش بنا شده بود و اینجا حالا یه استراحتگاهیه که مثل اینکه درست کردن و آبخوری و اینا. و ببین این همه راهی که تا اینجا اومدیم الان رسیدیم به یک دروازه شهری که از اینجا به بعدش انگار بافت شهری قلعه شروع میشه. آره و ما تصمیم دروازه قلعه رو نشون. آره با اینکه اونجا داربست داریم مشاهده میکنیم و بسته است، ما داریم حرکت میکنیم و میخوایم بریم به سمتش. بر فراز لانه عقاب، بر فراز قلعه حسن صبا، چه بر حسن صبا و حشاشیون گذشت. از دل جایی دور افتاده چطور توجه جهانیان را به خود جلب؟ فقط به خود در قلعه نمیرسیم. نه چون اینجا پلش دیگه تموم میشه و میخواین من میرم ببینم چجوریه. اگه نیازیه ما بر فراز لانه آره دیگه رسیدیم دم در علموت، ولی بالا نذاشتم بریم دیگه. ما اینجا شکست خوردگان نشستیم که به بالا نرسیدیم. صاحب من خود سلام. باید بکن تا چه حسی دارین از اینکه به بالا نرسیدیم؟ یکم ناامید، ولی این دیوارا خیلی قشنگه. آره وقتی همچین چیز جدیدی رو میبینم خوشحالم از اینکه همینم دیدم. واقعا همینجاش اومدیم. این خیلی قشنگه. اگه من اینو فرصت دیدم بشه یه بار دیگه که اینجا باز باشه با اطلاعات کافی میایم و میریم بالا. خب رسیدیم لب قلعه و جایی که دیگه بیشتر از این نمیتونیم بریم بالا به علت کرونا و تعمیرات. منطقه بسته است. اینجا رو که ببینید این منطقه در واقع اینجا پله ها میخوره میره به سمت بالا که قلعه علموت دقیقا اینجاست. این داربستا رو که ببینید دقیقا اینجا قلعه است که داره بازسازی میشه. قلعه حسن صبا و حشاشیونش که اساسینز مدرن بودن و در واقع ریشه اساسین ها بودن. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این سفری که باش با ما بودید. به ما که خیلی خوش گذشت. البته یه مقدار داغون شدیم از پیاده روی و پله نوردی، ولی میارزید. من که خودم اینجا اصلا سرم گیج رفت و نتونستم بالا بیام دیگه، ولی دیگه گفتم یک باره و بعد خودم هر جور شده برسم. امیدوارم خوشتون اومده باشه تا سفرهای بعدی و به چخ رفتنهای بعدی. فعلا خداحافظ.